این شمع اکنون به جای نیروی برق روشنایی می آورد. یک کاربر آزادی با فرستادن آن گفته است در یکی از محله های کولاب زندگی می کند. با گفته ساکنان برق را کدام وقت خواهند کشته و در می گیرانند. حالا دیگر با گفته ساکنان وقتی دقیق آمدن برق معلوم نیست. سویتامون کایی که فوران میکشن کایی که فوران میتن همین خیل میکنن هر شب هر روز بعد بهانه میکنن که ترانسفورماتور کفیده همین خیل بهانه ها میکنن به آگاهی سویتا میکشن. 2 شب می شود در کولاب و ناحیه های اطراف آن برق در ساعت 21 خاموش می شود. صبح 11 نوامبر از تمام محله های کولاب شکایت رسید که برق نداشتند. در شبکه های تقسیم شهر کولاب این بی‌برقی را شرح ندادند. چون این خپودم خاموش کنی ها بود که رهبران شبکه از وظیفه برکنار شدند. متاسفانه یک سبب اساسی که روبرت شهر کولاب در مجموع رفتن همین خنک نظری بود. شخصا ما کادرای جوان باید همین مسئله خاطی بسیار فعال باشیم که هر چقدر مردم در تاثیر رسانی طریق همین صحیفه ها است. حالا نه تنها سامانه شبکه های تقسیم برق در منطقه فعال نیستند بلکه به مراجعت ها هم درست پاسخ نمی دهند. رسما موسمی لیمیت اعلان نشده است ولی در تمام منطقه مردم از ماه سپتامبر به این سو برقی کم می گیرند. یکی از وظیفه اولین درجه همین موافقت با مردم و اساس انشاءات اجتماعی میشود تا با حکومت شهر و فعال بودن در سامانه اداره. ما همین سامانه اداره را ما روبرت شهر گفتم شما سامانه در هفته‌انه خاموشکنیان را وارد کنین. این تاریکی ها هم از مرکز کولاب بعد ساعت 21 گرفته شده است. از چند محله کولاب در شبکه های اجتماعی نوشتند که از صبح برق ندارند. تا تهیه این گزارش برق به ساکنان این محله ها از صبح دادن نشده است. عامل نبودن یا نشدن آن را از صبح کسی تا حال شرح نداده است. اما بگاه قوه برق از ساعتی چند داده می شود اینش هم معلوم نیست. بی‌برقی سبب دیر آماده شدن این گزارش ما نیز گشت.